الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هو درس المعلم الثاني، درس نلزاهم ألفك مادرم ألفك ألف مادرم گذاشته بودیم، لیکن این ألف نوشته می شود ولی خوانده نمی شود. امروز درس سؤال و ألف. اینجا می‌بینیم قاف فتح قا ألف. این ألف نوشته می شود لیکن خوانده نمی شود. لام ضمه واو سکون لو. ببینید اینجا ألف است. قالوا. این واو سکون است لیکن وہ اینجا مادی طبیعی ماده است، یعنی کمتر آواز دراز میکنیم. قالوا. یا اینش قاموا. ببینید ألف نوشته شده است لیکن این ألف خوانده نمیشود. برای امروز درس ألفی که نوشته میشود لیکن خوانده نمیشود. این خیلی ألف‌ها در قرآن بسیار میآید. برای من در این کتاب این رو نوشته کردم. سجدوا كفروا آمنوا عملوا كانوا خلوا. جواب خلوا لیکن بعد وہ ألف نیست. این خیلی ألف نوشته میشود لیکن خوانده نمیشود. مشوا دعوا تواصوا عفوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا واركعوا رب العالمين. این دو جمله است. درس خیلی درس بودیم. رب العالمين. ذلك الكتاب بالغيب غير المغضوب يوم الدين اهدنا الصراط من الناصرين من الشيطان من الناس ما في السماوات وما في الأرض فاتقوا النار. در این کلمه‌ای که در اخر آمده است ألف اینجا است. و ما. ببینید ما میگیم میم فتحه ما، لیکن این ألف آمده است نمیخونیم. اوکی اینجا فاتقوا النار. ببینید ألف است. اوکی اینجا من الشیطان. اینجا اختلاف است، اینجا اختلاف است. و خیلی حرکت ندارد. این ألف نوشته میشود لیکن نمیشود برای پیوست کردن حرف هستیم. صلی الله علیه و محمد و آله و اصحابه اجمعین.